ما محمد رو نمیشناسیم. این کلیپ رو نگاه کن. بعد اسم پیامبر رو به زبانت بیار. ما محمد رو نمیشناسیم. صلی الله علیه و آله. اون سلطان دو جهان. خیلی پول داره؟ بعضی شبا گشنه میخوابید، به لباسش وصله میزد، شکم خودشو با چند تا خرما و شیر سیر میکرد. چرا بهش سلطان میگی؟ چیزی که نداشت، شکمش هم که نمیتونه سیر کنه. به خاطر فقر نبود، به خاطر بخشش بود. به خاطر بخشش. سلطنت واقعی در قلب انسان هست. سلطان واقعی به قلب ها حکومت می‌کند. فتح واقعی هم باز کردن قفل قلب هاست. اون چنین سلطانی بود، مهربان بود. اون خوشقلب بود، نگران امتش بود. حالا فهمیدی محمد کی بود؟